안녕하세요 여러분. توی این ویدیو قراره با شاه سجونگ و پیدایش هانگول آشنا بشیم. خب هانگول زبان رسمی کشور کره جنوبی و شمالی هستش که در اصل 40 حرف هستش که حالا این 40 حرف رو بعداً بررسی میکنه. این حروف زیر حروف هانگول هستش: کا، نا، نم و غیره. حالا بریم واسه ادامه مبحثمون. حدود 600 یا 700 سال پیش مردم کره به زبان کره‌ای صحبت می‌کردن و به زبان چینی می‌نوشتن که بهش می‌گفتن هانجا. پس خط رسمی اون زمان کره قدیم هانجا بوده، ولی همه از هانجا نمیتونستن استفاده کنن و فقط اشراف‌زاده‌هایی مثل امپراتور و کلاً خاندان سلطنتی و اشراف‌زاده‌ها و غیره میتونستن استفاده کنن و مردم رعیت و فقیر نمیتونستن. و بعضی از اشراف‌زاده‌ها از این موضوع سوء استفاده میکردن و سر مردم رو کلاه میذاشتن تا اینکه فردی وارد عمل میشه و با کمک چند نفر این الفبا رو به وجود میاره و اون فرد هم کسی نبوده جز پادشاه سجونگ که توی عکس هم میبینیمش که توی دستش کتاب گرفته. اما به همین راحتی بوده؟ نه، چون بعضی از مقامات مخالفت میکردن. هانگول در سال 1443 میلادی توسط چهارمین پادشاه سلسله چوسان ابداع میشه و این خط اینقدر مهمه که در 9 اکتبر در کشور کره جنوبی تعطیل رسمیه و به این روز میگن هانگول نای و در کره شمالی 15 ژانویه تعطیل رسمی و بهش میگن چوسونگو. در کره جنوبی بهش میگن هانگولنان و در کره شمالی بهش میگن چوسونگو. اینی که اینجا میبینی توی این تصویر مال هونمینجوگیم هستش. اون زمان به این صورت می‌نوشتن. خب این 4 تا حرفی که اینجا میبینی قبلا توی حروف هونمینجوگیم بوده که بعدها حذف شد. خب بچه‌ها میخوام یه چیزی بهتون بگم. کوریا برای شاه سجونگ کبیر یه سریال ساختن که براتون میذارمش و ببینیدش. 그가 누구나 쉽게 배웠을 수 있는 문자를 만들고 있었다. 그런 중차대한 일을 신하들과 상의도 없이 추진하다니요. 소리 글자냐? 가. 어금니에 무슨 움직임이 있느냐? 굳이 왜 문자를 만들려 하십니까? 망하지 않으려고. 모든 백성이 문자를 읽고 쓰는 나라 왜 안 된단 말인가? 새 문자는 무조건 간단하고 쉬워야 해. 글자가 많으면 하루하루 먹고 살기도 벅찬 백성들이 언제 배워서 쓰겠는가? 내 마지막 부탁이다. 널리 전파될 수 있도록 도와다오. 새 문자와 바꾸려 한다.